به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که صدای ما را میشنوید و آنانی که در مسافرت هستین. برادر اهل اسلام، الحمدلله امروز یکی خدا خواهد دهه عتق من النار، آخرین لحظه های خدا خواهد خیر و خوش و ما مبارک قرار داریم. ان شاء الله خدا خواهد من دیشب شب قدر بود. ان شاء الله خدا خواهد در شب قدر چقدر ان شاء الله خدا خواهد برادری که ان شاء الله دستگیری ما دارند، برادری که ان شاء الله در مسافرت هستند، دعا کردیم ان شاء الله خدا خواهد و این امروز هم فرصت یافتیم و این برادر دعا کنیم. البته خدا خواهد ان شاء الله هر عمل هر کاری که شما میکنه یعنی خدا خواهد اجر و پاداش دارد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میگن یعنی همه عمل های انسان که در دنیا میکند بریده میشود مگرم سه عمل ان شاء الله خدا خواهد یعنی در عالم برزخ یعنی رسیده میشد است. این سه عمل یکیش ان شاء الله خدا خواهد الولد الصالح، یعنی فرزندی که صالح هست ان شاء الله خدا خواهد. شما در دنیا البته عزیزان من فرزندهای خوب گذارین، نماز خون، طاعت کننده، عبادت کننده، خیریه احسان کننده ان شاء الله خدا خواهد، یا قرآن خوان یا که دخترای خدا خواهد نماز خون با حجاب و یعنی طاعت عبادت کننده ان شاء الله شما از یعنی گذارین. البته آنچه خیریه که میگن قرآن میخونن، طاعت عبادت میکنن یا اینچنین که بنا خیریه احسان میکنن، البته خدا خواهد در عالم برزخ به شما رسیده میشد. یکی دیگرش ان شاء الله خدا خواهد صدقات جاریه است. ان شاء الله یکی صدقات جاریه من بنا کردن ان شاء الله خدا خواهد مساجد، خانه الله سبحانه و تعالی، یا که کوپریک ساختن یا که چاه کندن و ها کذا یک چند خدا خواهد است. ان شاء الله خدا خواهد که کسی که خدا خواهد در اینجا سهم میگذارد ان شاء الله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی ان شاء الله پاداش میدهد و سخاوندار ان شاء الله خدا خواهد دوست می‌دارد. حتی در جنت هم یعنی یکم سخیا ان شاء الله خدا خواهد می‌داره. برای همین دائم ان شاء الله در سخاوت باشه. و یکی دیگرش ان شاء الله خدا خواهد که آدم عالمی که از خودش یعنی علم میگذارد یا که از خودش کتابا میماند یا که اگان ان شاء الله علم به مردم میتید و مردم فایده میبرد، همون عالم مگر از دنیا گذرد البته ثواب ان شاء الله خدا خواهد رسیده می‌استد. ان شاء الله من یکی امروز قرار داشتیم ما خدا خواهد یعنی سخاوت الحمدلله خدا خواهد چند قدر میتونیم ان شاء الله سخاوت کنیم، البته الله اجرش میده. من یک چند برادرو کاریان خدا خواهد من از کلوب از رایان سویتسکی خدا خواهد احسان کردیان، از تاجیکستان از نام سید علیو قدرت الله دعا برای بچه های مهاجر ان شاء الله خدا خواهد، از نام اپی جمگول یعنی وفات کرده بودن دعا، از تاجیکستان یعنی اونم حق دعا کنین رفتن یعنی من مظلومم دعا کنین ان شاء الله خدا خواهد. من چند برادر خیریه سونش کردی یک چند خدا خواهد یعنی بیمارا و مظلوما خدا بدین در حقشون خود دعا میکنیم پروردگارا. البته حق سبحانه و تعالی خدا خواهد هر کاری که میکنیم ان شاء الله هر عملی که میکنیم ان شاء الله خدا خواهد البته در نزد الله خدا خواهد حساب کتاب دارد. بغیر از ما خدا خواهد خود شاهد است، خود دیده است ان شاء الله خدا خواهد. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همین برادرها خیر احسانش را به درگاهش قبول نماید، سایبانی آخرت بگرداند و آنچه آرزوهایی که دارم خود دینی است و خود دنیای با فضل و کرمش الله برآورده خیر بگرداند. و یعنی که خدا خواهد این اپی که جمعه گل وفات کردن خدا خودت قبرهاشون پرنور آخرتشون آباد بگردانی. و که دیگرش خدا خواهد در حق مادر دعا کنیم البته مادر و پدرام خدا عمری دراز رزق فراز همیشه خدا خواهد صد ندارن بلکه از زائد گذرن و ان شاء الله خدا خواهد تنها صحت شدیان ان شاء الله و دائم دعاگو باشن فرزندکاشون بختاشون ان شاء الله بینن. یکی مظلوم بدن ان شاء الله خدا این چی بچه است چی دختر است پروردگار خدا خواهد همین مظلوم از دست ان شاء الله خدا خواهد ظالما خلاص بگردن ان شاء الله خدا خواهد. بیکس باشد قدرش خدا خواهد بین همون خدا خواهد قشلاقی که شهر زندگی میکند ان شاء الله درجهش نه بلند بگرداری تا اینکه ان شاء الله الله در این دنیا هم در آخرت هم ان شاء الله خارش نکنند. آن مظلومایی که در شهرهای روس امروز زیر قرار اشکنجه ان شاء الله خدا خواهد این کافرها دارند پروردگارا همین برادران ان شاء الله خدا خواهد خودت مهر و محبتشون خدا خواهد نسبت مسلمانان زیاده بگردان. همیشه خدا خواهد زودتر از اون حبسخانه ها آزاد شده و نزد خاندان نزد ان شاء الله خدا خواهد وطن عزیز برگشتن الله نصیب بداند. خلاص کلام همه ان شاء برادرایی که خدا خواهد یعنی در مسافرت هستند چی در ان شاء الله سفر هستند چی مقصد چی آرزوها دارند الله ان شاء الله با فضل و کرمش برآورده خیر
بگردانند و این شما زودتر ان شاء الله در دعا باشین. الله سبحانه و تعالی زودتر این مسجد ما خدا خود آباد کند. الله سبحانه و تعالی ان شاء الله پاداش در این دنیا هم و در آخرت هم الله میرساند. در اینجا صحبت با پایان میرسانیم. الله خدا خود همیشه شما را نگهبان باشد، همیشه شاد باشد و بار دیگر خدا خود من آمد عید رمضان. الحمدلله خدا خود من 2-3 روز دیگر بعد عید رمضان نشد و عید سعید. همه تمام مسلمانان دنیا را تبریک و مبارک باد میگیم. عید برای ما و شما مبارک باشد و این عملی که در این ماه کردیم الله به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. همون وعده که پیغمبر کرد ان شاء الله این الصائمین روزه‌داران در جنت علاوه یک دروازه است باب ریان. پروردگار همه روزه‌داران را همون دروازه نه الله الا مشرف بگرداند و همین روز قیامت ما و شما را در نزد الله شفاعت کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کار کردن شما برای